میگن یه آقایی با دوچرخه رسید به خط مرزی. مرزبان گفت با خودت چی داری؟ گفت یه کیسه. مرزبان داخل کیسه رو گشت و جز شن چیزی ندید. این قصه یکی دو بار دیگه عیناً تکرار شد تا اینکه مرزبان گفت پس تو داری قاچاق شن میکنی؟ از این به بعد هر بار که مرد با دوچرخه و کیسه شن به مرد میرسید، مرزبان کیسه شن رو روی زمین خالی میکرد و بهش میگفت حالا برو. این قصه 3 سال هر هفته تکرار شد تا اینکه دیگه از مرد خبری نشد. یه روز مرزبان مرد رو داخل شهر دید و بهش گفت تمام اون 3 سال به تو مشکوک بودم ولی هیچ وقت نتونستم مچت رو بگیرم. تو چی قاچاق میکردی؟ قاچاقچی لبخندی زد و گفت دوچرخه. من هر بار با یه دوچرخه جدید میومدم ولی تو هر بار به کیسه شن توجه میکردی. حکایت همه ما تو زندگیه. نذار توجه به چیزهایی که خیلی تو چشمه حواست تو رو از مسائل با اهمیت زندگی پرت کنه.